صبح جمعه باز هم ستاد ثبت نام داوطلبان نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شلوغ بود. داوطلبان برای ثبت نام از ساعت 8 آمده بودند تا اینکه اولین چهره مطرح ساعت 10:15 وارد محل ثبت نام شد. ورود محمد باقر قالیباف در ساعت اولیه صبح نوید روزی پرکار را برای خبرنگاران به همراه داشت. امروز برای بنده به عنوان یکی از فرزندان ملت ایران روزی بسیار تاریخی و زیبایی بود. بعد از رفتن قالیباف باز هم خبرهای مختلف درباره آمدن کاندیداهای دیگر اوج گرفت. هر کسی در تلاش بود تا از ستاد یکی از داوطلبان اطلاعی به دست آورد. ساعت 11:15 محمود احمدی نژاد برای نام‌نویسی آمد و پس از نیم ساعتی که فرم‌ها را تکمیل می‌کرد پشت تریبون قرار گرفت تا به سوالات جواب دهد. خیلی خوشحالم که می‌بینم الحمدلله یک حادثه بزرگ و بسیار ارزشمند برای ملت ما در حال تکمیله. این حضور پرشور و پرنشاط شما عزیزان اصحاب رسانه‌ها و عناصر اطلاع رسان و پل رابطه با مردم نشون میده که انشاءالله انتخاباتی پرشور و بسیار ارزشمند و به عنوان یک نقطه افتخار برای ملت ایران ثبت خواهد شد. ساعت 13:34 روز از ثبت نام از داوطلبان نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوریه و همه منتظرند ببینند آیا تا پایان وقت رسمی امروز چهره مطرح دیگری هم اینجا حضور پیدا میکنه یا نه. بالاخره ساعت 13:45 باز هم خبرنگاران روی پله‌های ورودی محل ثبت نام تجمع کردند تا شاهد آمدن یکی دیگر از کاندیداها باشند، محسن مهرعلی‌زاده. به نظر میاد با توجه به اینکه مردم از بعضی مناقشات بی‌حاصل که تحت تاثیر قرار داده، هم رفاه مردم رو، هم معیشت مردم رو و زندگی راحت مردم رو، دنبال کسی هستن که فرد برنامه‌ریزی باشه، بلند مدت نگر باشه، برنامه عملیاتی و اجرایی داشته باشه برای اداره امور اجرایی نظام. و بنابراین به هر حال با توجه به اینکه بنده با تجربه سابقه کاری اقتصادی، صنعتی و مدیریتی خودم در سطوح کلان، بنده از 29 سالگی به عنوان وزیر صنایع بودم در کشور و الان 26 سال از تجربه اجرایی در بعد از انقلاب دارم. فکر می‌کنم به هر حال انتخاب مردم به سمت سوی خواهد رفت که فرد برنامه‌گرا و فرد قائل به مدیریت علمی رو انتخاب بکنن. آخرین چهره خبرساز امروز هم مهدی کروبی بود که ساعت 15 وارد ستاد ثبت نام شد تا پیش از پایان وقت نام‌نویسی کند و در جمع خبرنگاران حضور یابد. من یه دولت مقتدر به یاری خدا اگر ملت حمایت کردن و به من رأی دادن تشکیل می‌شد. دولت مقتدر یعنی همه خوبی ها درش هست و با همه بدی ها و زشتی ها و کاستی ها در حد توانش مبارزه میکنه. قانونمند شدن جامعه، حقوق شهروندی، حقوق اساسی، حرمت افراد دیگر دارن، یه بخش دیگر اشتغال، معیشت، زندگی افراد. بیشترین مباحثی که امروز خبرنگاران با کاندیداها مطرح کردند، برنامه‌های آنها و نظراتشان درباره رقبایشان بود و مهمتر از همه سرانجام رقابت. در 4مین روز از ثبت نام داوطلبان نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 163 نفر نام‌نویسی کردند. نعیم نامجو، خبرنگار جامع جمع، تهران.